ما در خب همین عکس که کار میکنیم در اینجا چی گوشت خوک هم هست الکاگور هم هست همه را جمع کردن درست است مادر برداشتن، جمع کردن، ته کردن نه درست نیست. الله تعالی میگه که ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بر گناه و دشمنی یاری نکنید. یعنی شما به عرق نوش ها و خوکخور ها یاردن میکنید، شما به گناه آنها شریک هستید. این قول صحیح است. ولی بعضی علما سبک گرفته در دیار کفر باشی اجازت است گفتن، ولی ما این سخن در پیش الله تعالی جواب گفته نمیتونیم. بعد روز قیامت مثلا آدمی که پرسیدید میگه که همین آدم پرسیدم، همین آدم حلال گفت، یعنی به همین بعد همین مسئولیت ما برداشت کرده نمیتونیم. اصلا حرام کرده الله تعالی در تمام روی دنیا حرام است. بله. رحمت کنم الله جزا خیر نصیب کنه. تمام.